سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو جدید. ویدیو میخوام در مورد شیدرها باهاتون حرف بزنم. چند مدل شیدر هست که نشونتون میدم، رتبه بندیتون میکنم و داخل کامنت اسم همشون رو میذارم. خب اول میخوام چند تا آیتم بردارم که رو شیدرها تستشون کنیم، ببینم چه شکلی میشن اینا. خب اینا زیاد حرف نمیخوام بزنم که گلون گرفته و شما هم راحت باشین. خب حالا میخوام برم ماین و اینا، آیتمای ماین که بردارم ببینم رو ماین چه تغییر ایجاد میکنن شیدرها. بقیه چی هم دیگه نشونتون میدم و اگه خوشتون اومد لایک، ساب و کامنت بذارین. خب یه کمی دیگه چیز خاصی نمونده ها. وایسا یکم بلاک ردستون و بیل برداریم. بیل برداشت. اوکی، لاوا و واتر. خب بریم سراغ اولین شیدر. اسم همه شیدرها رو داخل کامنت میذارم و اینجا هم میتونین همشون رو بخونین که، ولی بازم میذارم براتون. بریم برای سراغ اولی. یا خدا اسکم نشده باشم. خب شروع کار اسکم شدم. چرا شیدری که تو عمرم دیدم. رد کمش واقعیتش که اسکم شد. بریم برای سراغ دومین. جیس هم میگه یک چیز خوبیه. همینطور که میبینید نگاه. او مای گاد، سیستم قوی نیست ولی الان FPS هم خیلی کم. الان نشونتون میدم. الان نگاه 18 FPS 21 وای. اوکی تمام بلاک‌ها رو تست کنیم که واقعا از ابرویناش که خوشم اومده، خیلی واقعی تر. کرافتینگ چیز خاصی نیست، به خاطر همین و این بلاک‌ها رو میذاریم ولی زیاد تعریف ندارن. اینا لنترنش خوشم اومد. وایسا لنترن و تورچ اینا رو حتی اندرات حتی اینا نگاه، اینا داخل نور خیلی، داخل تاریکی خیلی قشنگ ترن. نگاه چیزا که نور میدن معمولا تو تاریکی خیلی قشنگ ترن نظرن. از بیل که خوشم نه. کریستالش هم زیاد قشنگ نیست. نه به این 6 از 10 نمره میدم. نه 7 از 10 واقعا. خب اجما وایسا نمره نمیدیم، اول اورا هم چک کنیم همه. او مای گاد پامکینش قشنگه. همینطور بلک رزستانش وایسا نگاه، چون از این چیزاش خوشم اومد. 7.5 وایسا لاوا و ایناش راستی واتر رو نگاه 3 بار نمره گفتم بعد دیدم نگاه. وایسا او واترش چه قشنگه. وایسا اینجای دریاچه بود. او مای گاد چه واترش خوبه. آب هی میگم واتر، آبش خوب. اوکی نگاه 7 مناسب شه. 7 خوبه. اوکی اسم نگاه اوک هم بذاریم اینم چه شکل. عجب من خنگم کنارم درخت اوکی، بعد میرم اوک برمیدارم. اوکی بریم سراغ شیدر بعدی. اوکی یا خدا سیستم کرش کرد. نه اومد حاجی، این خیلی قشنگ تره از نظر من البته. نمیدونم. نگاه واترش که یکم دارتر شده، کلن قشنگه. واترشو از او بیشتر دوست دارم. نگاه چقدر کیفیت بالاتر شد. لاواش هم نسبتا میشه گفت قشنگ تره. حالا واسه TNT تست کنم. اگه TNT ها مثل اون شیدرها دیدم مدن شیدرن چه زنگ کمی جوشو بیشتر میکنه. خواهم TNT اول زیر آب بهتر کنم. نه اوقات چیز خواستم مدار بیرون آبم میتر کنم، ولی فکر نکنم اوقات تغییر ایجاد کنم. یک کمی بالتر بود ولی نه زیاد فرق با قبلی نمی کرد. نمیدونم واسه شب کنم مفهوم چیزا تایما. اگه شب شاید شوی قشنگ تری ببینیم. اوه حاجی تو شب وای تو شب خیلی خفنه. از شبش خیلی خوشم اومد. بهش 8 از 10 میدم. واقعا 8 از 10 برازندش. که روزش کنیم بریم برا شیدر بعدی. حاجی بفهمید سیستمم چقدر الان داغ کرد. نوبل، جایزه نوبل میخوان بدن به شیدر. حسم میگه اسکمه با اسمش.
نه حاجی، نه نه، خیلی خفنه. اون نگاه اینا الان داخل آب بود حاجی، کفبر شدم واقعا. جایزه نوبل حقشه. نه تو کرفتینگ و اینا زیاد خوشم اومد، به خاطر همین واسه شبش کنم. شبم زیاد تغییر خاصی نداشت، بهش نمره 7.5 از 10 میدم. بریم شیدر بعدی. باد دا اسکن منفی 10,000 از 10. اسکم میکنی نامرد حاجی. به این اسمی بعدی میخوره خیلی. یا خدا این چیه؟ نگاه 10 از 10 فیکس، 10 از 10 فیکس. همین الان دارم میگم، کاری ندارم. 10 از 10 شبم نشوده. نگاه بینم عکس توش تغییر نمیکنه. تو اینا رو دیدم مثلا تبر سرد اینا، نه انگار چه خاصی نیست ولی خیلی قشنگی. نگاه کنی خدا وکیلی شبم. او مای گاد، من به 10 از 10 ندم چی بدم؟ 10 از 10 با اختلاف. اوی پشمام. بریم شیدر بعدی. خب سیستم داره میترکه. اوور چقدر تاریکه. نه ولی چیز خوبیه نسبتاً، یکم روشن‌تر. برن روزه ها، شبش هم اینطوریه. ولی من بهش نمره 8.5 از 10 میدم چون خیلی تاریکه. کلا 8.5 از 10 برازنده شه به نظرم. خیلی تاریک بود، مثلا نورشو که میشد چی میشد. اوکی آف کنیم، توضیح در کلم بهتون بدم. خب این از این ویدیو ما بود. اگه خوشتون اومد لایک کنین، کامنت رو دارین، ساب کنین چنل رو. میتونین بقیه ویدیو هم ببینین که دیگه اطلاعاتتون بیشتر بشه. کمی بعضی ویدیوها شاید کمدی باشن. تا دیداری بعد، خداحافظ.